مرد 9 دختر داشت. وقتی همسرش به طفل 10 باردار شد، او را به بیمارستان منتقل کرد و در راه به او گفت اگر کودک 10 نیز دختر بود، پس جدایی بین من و تو حتمی است. بعد از تولد از بیمارستان با او تماس گرفتند و برایش مژده دادند که همسرش پسر به دنیا آورده است. او خوشحال شده و مثل رعد و برق خود را به شفاخانه برای دیدن نوزاد پسرش رساند. وقتی نوزاد تازه متولد شده پسر را دید، صورتش سیاه شد، اما خشم خود را فرو برد و کنترل کرد، زیرا پسر معیوب بود. دکتر نزدش آمد و به خاطر تولد پسرش با او تبریک گفت. مرد گفت من پسر می‌خواستم، اما این پسر کاملا معیوب است و درد دامان برای من خواهد بود. دکتر به او گفت اگر او دختر می بود و کاملا زیبا و سالم متولد می شد، آیا راضی می بودی؟ مرد گفت بله. دکتر پاسخ داد تبریک می گویم، زیرا آنچه در دست شما است فرزندتان نیست، همسرتان دختر به دنیا آورده است. سپس آیاتی از قرآن کریم را برای او تلاوت کرد. فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن خداست، هرچی را بخواهد می آفریند. به هر کس بخواهد دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر می بخشد.